این کس شیخ مصطفی از ایران هستند. خوش آمدید سید مصطفی. درود خدا بر شما باد. سید، 1200 سال باز این جانب مهدی شیعه ها پنهان شده است. امت اسلام چه فایده به دست آوردند؟ سوالتون رو تکرار میکردید؟ 1200 سال باز این جانب مهدی شیعه ها پنهان شده است. امت اسلام چه فایده به دست آوردند؟ چی فایده؟ خوب، کدام وظیفه ها را باید انجام دهند تا دمی که مهدی شیعه ها پنهان است؟ به این سوال جواب گفتن نمیتوانم. مایل است. امروز که مهدی شیعه ها پنهان است، مردم به کی مراجعت کنند؟ به علما. در این حالت شما به حدیثی که از قرآن و اهل بیت گرفته شده است مخالفید. اگر ما به علما مراجعت نماییم، در این حال عرضهای شما که به اهل بیت مراجعت کردن ضرور است خطا است، چون که امروز بین ما شخصان منتخب از اهل بیت نیستند و ما مجبور میشویم که به علما مراجعت نماییم. ما از خدا دعا میطلبیم که تو را برای راست هدایت فرماید. آمین بگوی.